سلام عشقای داداش، امیدوارم حالتون عالی باشه. بچهای عزیزم، تو این ویدیو قراره با هم دیگه ببینیم چجوری ورود کنیم به ارزهای دیجیتال، یه سری اصطلاحات مقدماتی رو با هم دیگه یاد بگیریم و در ویدیوهای بعدی قراره بریم با هم دیگه عملی توی صرافی ها ببینیم چجوری خرید و فروش میکنیم، اصطلاحات این دنیای کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال چیه. پس پارت به پارت با من همراه بشین، قدم به قدم از صفر ترین حالت ممکن قرار کاملا اصولی با هم دیگه وارد این دنیا بشیم تا نه بتونن سرمون کلا بذارن، ضرر نکنیم و پولمون رو به باد ندیم. بتونیم خیلی اصولی و علمی این دنیا رو بشناسیم، این بازار رو بشناسیم و بتونیم ازش کسب سود بکنیم. دوستان عزیزم، قبل از هر موضوعی من بهتون بگم به این دنیا، به این بازار اصطلاحاً میگم بچه‌ها مارکت. خب هر بازاری رو بهش میگن مارکت. حالا به این مارکت میگن کریپتوکارنسی. کریپتو اینجوری نوشته میشه، میگن کریپتوکارنسی. خب حالا با کریپتو شناخته میشه. میخوایم ببینیم چجوری وارد دنیای کریپتو بشیم. ببینید بچه‌ها، دنیای کریپتو یا مارکت کریپتو مثل یک بازار بورسی میمونه. مثلا شما تو ایران میخوایم بریم بورس خرید بکنید، باید ریال خرج بکنید. یا مثلا میخوای بری تو بورس آمریکا یک بورسی رو بخری، یک سهامی رو بخری، باید دلار خرج بکنی. پس برای خرید هر بورسی، هر سهامی، هر چیزی تو باید یک واحد پولی رو خرج بکنی. اوکی. حالا داستان ارزهای دیجیتال دقیقاً مثل سهام هاست، با این تفاوت که خب دیجیتالن و هر کدوم از این ارزهای دیجیتال معمولا روی یک پروژه سرمایه گذاری میکنن که حالا یه اصطلاحات خاص خودش داره که تو قسمت‌های بعدی بهتون میگم. هدف این قسمت اینه که ما فعلا ورود کنیم به این مارکت و به این بازار. ببینید بچه‌ها، بازار ارزهای دیجیتال دیگه دلار و ریال و اینا نداره. با یک ارزی، با یک سری ارزهایی ما میتونیم خرید و فروش انجام بدیم به نام استیبل کوین ها. استیبل کوین ها همونجوری که از اسمشون معلومه، استیبل یعنی ایستایی، یعنی ثابت. ارزهایی هستن که معادل با $1 هستن. اوکی؟ معادل با $1. یعنی دنیای کریپتوکارنسی میگه آقا تو هر واحد پولی داری بیا تبدیل کن به استیبل کوین ها، که استیبل کوین ها معادل $1 $1 آمریکا هستن. اوکی. حالا استیبل کوین های معروف توی دنیا چیان؟ USDT، USDC و دای. اینا معروف ترین استیبل کوین هایی هستن، یعنی همون دلار، فکر کن همون دلارایی هستن که تو با اینا میتونی توی ارزهای دیجیتال خرید و فروش انجام بدی. این ارزها ارزهایی هستن که هیچ موقع قیمتشون بالا پایین نمیشه. اینا همیشه چند دلارن بچه‌ها؟ همیشه $1. یعنی تو مثلا میگی آقا من 10 تا USDT دارم یعنی $10 داری، 20 تا دای دارم یعنی $20 داری. ولی پس هم دلار دیگه. آقا تو مثلا به جای اینکه بری صرافی $20 بخری، میتونی 20 تا USDT بخری. چه جالب آقا. یعنی از این به بعد به جای اینکه اگه بخوایم رو دلار سرمایه گذاری کنیم، میتونیم رو این سرمایه گذاری کنیم. آره، نسبت به پول خودمون. مثلا اگر دلار نسبت به پول ما 80,000 تومنه، USDT هم 80,000 تومنه. حالا دلار میره بالا، نسبت به پول خودمون که ریاله، USDT هم به همون میزان میره بالا. یعنی تو مثلا $10 داری، دلار الان 80,000 تومنه، تو 800,000 تومن داری. بعد اگر دلار بشه 85,000 تومن، تو 850,000 تومن داری. اوکیه؟ پس میتونیم به جای دلار روی USDT یا USDC یا دای سرمایه گذاری بکنیم. بچه‌ها، معروف ترین اینا کدومشونه؟ USDT معروف به تتر. اوکی، معروف به تتر. USDC هم هستش، دای هم هستش، ولی ما با اینا دیگه کاری
نداریم. بهترین استیبل کوین که همه دنیا دارن ازش استفاده میکنن USDT هستش و ما از این به بعد USDT رو با نام تتر میشناسیم و توی صرافی ها مثل کوینکس، بایننس، کوکوین، البانک، XT و الی آخر که حالا میگم بهترین صرافی کدومه و چی کار بکنید و اینا بهتون خواهم گفت. قراره که با همدیگه ببینیم چجوری میتونیم تتر خریداری بکنیم، چجوری بریزیمش توی صرافی و معامله انجام بدیم و تا آخرین ویدیو با من همراه باشین. بهتون خواهم گفت که چجوری تتر رو بخرین و یه راه بهتون میگم که برای خرید اولیه‌تون 2 تا تتر معادل الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم 166 تومن تقریبا میشه به عنوان هدیه از سمت من دریافت کنین. تا آخر با من همراه باشین. خب پس آقا ما فهمیدیم که میخوایم بیت کوین بخریم، اتریوم بخریم، ارز دیجیتال بخریم، باید چی داشته باشیم؟ USDT داشته باشیم. حالا با ریالمون چجوری USDT بخریم؟ اوکی، با من همراه باشین. بریم بچه‌ها، بریم اینجا. ما با سایتی کار داریم به نام تترلند. هم اپ داره روی آیفون، اندروید یا روی ویندوز میتونید نصب بکنید و میخوام الان بهتون نحوه کار کردن با این سایت رو بگم و بگم که چرا قراره با این سایت کار بکنیم و چرا بهتره. راستی اگر میخوای از این سایت که اولین خریدتو انجام میدی 2 تا تتر رایگان دریافت کنی، کپشن رو هم بخون. با من همراه بشین. ببینید بچه‌ها، خب یه سایتی هست به نام تترلند. حالا داستان هستش توی فضای پیشخوان چی میبینید؟ تو فضای پیشخوان حالا یه سری صحبت هست به اینا کاری نداریم. توی این فضا قیمت 24 ساعت اخیر، 7 روز اخیر، 30 روز اخیر رو میتونید مشاهده کنید، بالاترین پایینترین و این نرخ تغییراتی داره که حالا باز خیلی به اینجا کاری نداریم. اینجا داستان خرید و فروشه که با اینجا هم خیلی کاری نداریم، اینجا هم خیلی خرید و فروش انجام نمیدیم. اصل داستان از اینجا شروع میشه که شما ثبت نامتون رو انجام میدیم با اون کد معرفی که تو کپشن نوشتم، 2 تا تتر هم رایگان دریافت میکنید. بعد میایین توی قسمت کیف پول. خب حالا من 12 میلیون اینجا شارژ کردم چون میخوایم به صورت عملی بهتون نشون بدیم که چجوری واقعا خرید رو انجام بدین و این داستان. حالا شما چجوری شارژ رو انجام میدین؟ میایین تو قسمت کیف پول. 2 تا قسمت داره، تومان، تتر. خب شما طبیعتا میخواید تتر بخرین دیگه، باید اول تومانتون رو شارژ کنید. چجوری؟ واریز رو میزنید. واریز رو که میزنید اینجا واسهتون میاره واریز تومان، واریز رمز ارز. این بیخیال واریز تومان. درگاه پرداخت‌ها در لحظه‌ای که ما الان داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم توسط کشورمون بسته شده درگاهشون، ولی میتونید بعدن که حالا باز شد میتونید اینجا به صورت مستقیم هم وصل میشین به درگاه و در همون لحظه خرید تترتون رو انجام میدیم. ولی حالا فعلا که بسته است، میای تو واریز شناسه‌دار، شبا بهت میده و شناسه واریز بهت میده. تو با استفاده از اینا واسه شون شبا میکنی، حالا با همراه کارتت هر میزانی که بخوای رو شبا میکنی براشون. معمولا بعد 4-5 ساعت حسابتون شارژ میشه. پس چی شد؟ توی کیف پول قسمت واریز رو میزنید، اینجا واریز شناسه دار، شبا شناسه واریز واسه همین سایت تترلنده. ثبت نامتون رو انجام میدین، پول رو واریز میکنید. حالا داستان از چه قراره؟ پس شما این کارا رو انجام میدین، نیاز به هیچ حرکت خاصی یا تاییدی نیست، میرید تو همراه بانکت اینو میزنین کاراش میشه. بعد 4-5 ساعت مبلغ اینجا براتون شارژ میشه. اوکی، مبلغ براتون شارژ میشه. حالا شما توی پیشخوان قیمت رو میبینید، قیمت الان 83 و 100. اگه این قیمت براتون قیمت خوب اوکی بود، میگه آقا من در همین قیمت میخوام تتر بخرم، چیکار میکنم؟ کیف پول رو میزنید، تبدیل به تتر رو میزنید. اینجا میگه آقا چقدر از پولت رو میخوای تبدیل کنی به تتر؟ مثلا میگی 25%شو میخوام، مثلا چه میدونم 50%شو. میگه آقا 50%ت میشه 3,200,000 و اینقدر من بهت تتر میدم، 38 تا تتر بهت میدم. نرخ تبدیلش هم که 83 و 100، نرخ همین لحظه 83 و 100، اینقدر بهت تتر میدم. حالا با هم خرید میکنیم، انتقالش میدیم تو صرافی، صبر کنیم. پس این از داستان
کیفول چجوری تتر واریز بکنیم، چجوری ریال واریز بکنیم و چجوری تبدیلش کنیم به تتر. داستان فروشش هم به همین صورته. یعنی شما مثلا رفتین منتقلش کردین به صرافی، سود کردین، همه کاراتون اوکی، حالا میخوای تتراتو بفروشی تبدیل کنی به ریال. اینجا میزنی واریز تتر. راجع به اینا بهتون توضیح میدم جلوتر، حتی تو ویدیوهای بعدی مفهوم بلاکچین و شبکه‌ها و همه چیز رو کامل بهتون یاد میدم. هدف این ویدیو فعلا توضیح شبکه‌ها نیستش. حالا اینجا یه دونه آدرس داره، این آدرس رو بهتون یاد خواهم داد در قسمت‌های بعدی. کپی میکنید، میرین توی صرافی، یه مقدار تتری که حالا سودتون بوده میخواین بفروشین رو به این آدرس واریز میکنید و تترلند به شما ریال میده. یعنی تترلند یک واسطه‌ایه که تترهای شما رو به ریال تبدیل میکنه یا ریالهای شما رو به تتر تبدیل میکنه. خب پس این همیشه از داستان خرید و فروش تتر. اما خب حالا چرا میگم تترلند بهتره براتون؟ به خاطر اینکه بچه‌ها یه داستانی داره به نام بازار. توی بازار چه اتفاقی میفته؟ تو میگی آقا من الان عجله ندارم برای خرید و فروش. اصلا بچه‌ها به اینجاها کاری نداریم ما. تو میگی آقا من اصلا عجله ندارم واسه خرید و فروش. الانم قیمت دلار 83 و 100 شده یا قیمت تتر 83 و 100 شده، خیلی ارزنده نیست. من دوست دارم قیمت رسید روی 82 500 خرید کنم. خب حالا معلوم نیست که این قیمت میرسه به 82 به مثلا 79 و 500 مثلا 79 و 500 میخوایم بخریم. معلوم نیست که قیمت، شاید مثلا تو شب خواب بودی یه خبری میاد قیمت یهو میریزه میشه 79 و 500 ولی صبح که بلند شدی مثلا دیگه قیمت دوباره 80 خورده ایه. خب چی کار بکنیم؟ ببینید بچه‌ها توی اینجا توی سفارش های عادی خب میگه آقا حالا من ورود کرده بودم نمیدونم چرا الان زده ورود، حالا کاری نداریم. خب من اینو درستش کردم. بچه‌ها مثلا میخواین شما سفارش خرید بذارین یا حالا فروش. خرید مثلا میگه آقا این قیمت بالاست، من میخوام رو پایه 72 500 خرید بکنم. چه میزان تتر میخوام؟ مثلا 50% پولم رو میخوام. اوکی 50% پولم رو میخوام خرید بکنم. اوکی خرید رو میزنید. اینجا سفارش براتون ثبت میشه که آقا 72 شد. میگه قیمت رسید به 72 500 واسه من اینقدر تتر بخر. همین. حالا فروش یه موقع قیمت پایینه، مثلا قیمت فکر کنم 79 تومنه، بعد تو میخوای نه میگه 79 تومن ارزش فروش نداره، میخوام مثلا رسید به 83 تومن بفروشم. چیکار میکنی؟ اینجا رو میذاری، مثلا میگه 83 هم خوب نیست، 84 تومن رسید من میخوام بفروشم. چقدر خریدی؟ آقا 50 تا مثلا 50% اون تتری که من دارم یا کل موجودیم رو هستن میخوام بفروشم. فروش رو میزنی واسط اوردرش رو ثبت میکنه. اوردر یعنی سفارشش رو ثبت میکنه. وقتی که قیمت رسید به اون نقطه شما میتونین اون کل اون تتری که دارین رو بفروشین. مثلا خیلیا به جای اینکه تو بری صرافی دلار بخری بیاری خونه دوباره بری صرافی همون تتری که داشتی رو همون دلاری که خریدی و بری به صرافی بفروشی، صرافی بازی در بیاره نخره ازت بگه الان اینقدر میخرم اینجوری، تو میتونی خیلی ساده دلار بخری و بعدش بفروشی. مثلا دلار اومده پایین شما میتونی یه میزانی دلار بخرین، مثلا بگی آقا شاید دلار برسه به 72 مثلا 9950 روی میزان واسه من 5 میلیون بخر. خب بعد اینجا بذاری رسید به 82 500 83 تومن واسه من بفروش. ما با تفاوتش میشه سود شما. که خب این سود توی کجا میره؟ این سود پیشخوان کیف پول اینجا براتون برداشت میشه. شما تومنتون هم میتونین برداشت بزنید و براتون میفرسته به شباتون. خیلی ساده و راحت، خیلی آنی براتون میفرسته و خب خیلی خوبه. یه کار باحال دیگه ای هم که داره که حالا من بهتون پیشنهاد میکنم اگر دوست داشتین این کار رو انجام بدین، میتونین تتر استیک بکنید. استیک کردن مثل سرمایه گذاری میمونه. توی ویدیوی سوم اصطلاحات، یعنی ویدیو اوله، ویدیو دومی هست، یه ویدیو سومی هم هست. تو ویدیو سوم اصطلاحات واسهتون مفهوم استیکینگ و کسب درآمد و کسب سود
سود رو از ارزهای دیجیتال بدون ترید کردن، یعنی بدون خرید و فروش کردن توی ارزی رو میگیری، میری یه جا سرمایه گذاری میکنی. چجوری کسب درآمد بکنیم تو ویدیو سوم بهتون توضیح دادم، اگر دوست داشتین حتما نگاه بکنید. البته تو کانال تلگرامیمون هم یه روش گفتم بهتون که میتونید استفاده بکنید. پس تو قلک تترلند هم خیلی ساده است. مثلا شما تتر خریدی و میخوای تو دراز مدت نگه داری، میگه آقا من الان یه ذره دلار میخرم میخوام نگه دارم. خب چرا عادی نگرش داری؟ بیا تو اینجا بذارش توی این قسمت. خب مثلا میگه آقا من 90 روزه میخوام اینقدر از تترهام رو نگه دارم و به من سود بده. درصد سودتون هم 3.5%. حالا تترتون که شارژ بشه میتونید اینجا انجام بدید. حالا من الان واسهتون این کار رو انجام میدم، همه رو انجام میدم، ببینید داستانش چجوریه. خب بریم ما هم دیگه بخریم. آقا تو کیفول من میخوام بخرم، تبدیل تتر رو میزنم اینجا، میگه آقا 83 خیلی قیمتش بالاست بچا، واقعا به خودی خودم بود نمیخریدم این قیمت چون الان سقف قیمته، ولی اشکال نداره. حالا بریم با هم دیگه بخریم فدای سرتون. 25% چقدر میشه؟ 19 تا تتر. اوکی بسه. 19 تا تتر میخوام، یا مثلا 2 تومن بگیرم دیگه. بذار 2 تومن بگیرم. 2 تومن 2 میلیون تومن تتر میگیرم، میشه 23 تا تتر. اوکی. خب اینجا شما تبدیل به تتر رو که بزنید، اتفاقی که میفته موفق تموم شد. اینها 2 میلیون از اینجا کم شد، این ور تتر واسهتون اضافه شد که حالا الان با هم دیگه نحوه عملی این که چجوری این رو بریزیم تو کیفول توی صرافیمون و باهاش معامله بکنیم من بهتون آموزش میدم. اما قبلش بیایم بریم سراغ اینجا قلکه. شما میتونی این مثلا 23 تا تتر رو میگه آقا من به دید بلند مدت میخوام بذارم باشه. خب بذار بهت سود بده عزیزم. چیکار میکنیم؟ پیشخوان، چرا اومد این ور؟ پیشخوان، قلک، تتر. آها من رو خود تتر دارم همش میزنم، یه لحظه صبر کنید. خب اوکی. اینجا قلک. آقا من الان 23 تا تتر 24 تا تتر دارم، میخوام همش رو بذارم. این داستان استیکه میشه. میگه پاداش استیکت انقدر بهت دلار میده و الی آخر دیگه. حالا مثلا 90 روزه میتونی بذاری، درصد پاداشت انقدر، 60 روزه میتونی بذاری انقدر و الی آخر. خب اینم از این. ولی یه چیزی بگم، حالا تو ویدیوی جلوتر هم تو ویدیو بعدی که آشنایی با در و پنجره صرافیه بهتون یاد میدم، چون ویدیو بعدی دیگه میریم تو خود صرافی، دیگه با این سایت ها کاری نداریم. تو خود صرافی بهتون یاد میدم که تتر رو اونجا اگر استیک بکنید، یعنی اونجا سرمایه گذاری بکنید، سود بیشتری بهتون میده. این پاداش سالانش 3.7%. صرافی که من بهتون معرفی میکنم سود سالانش 10%. اونجا خیلی بهتره سرمایه گذاری بکنید، تترتون رو بریزین تو صرافی و اونجا معامله بکنید، خیلی خفن تره. ولی حالا کاری ندارم، میخوایم پولو برداریم بریزیم تو صرافی باهاش کار بکنیم. دوستان میایین تو قسمت تتر برداشت رو میزنید. اوکی، برداشت رو میزنید. بعد میایین توی قسمت رمز ارز USDT رو میخوایم برداریم دیگه طبیعتاً. اوکی. بعد میایم توی قسمت موجودی توی قسمت مقدار. اینجا موجودی رو 0 نوشته، یه رفرش بکنیم. خب موجودی شد 23.99. روی فکر کنم کلمه موجودی روی این یک کلیک بکنید کل موجودی رو برمی‌داره. شبکه یا بلاک چین همیشه بزنید روی TRC20. شبکه ها رو توضیح دادم تو همون ویدیو اصطلاحات 3، کامل توضیح دادم داستان شبکه چیه چجوریه، همشو گفتم، یه خیالتون از این بابت راحت باشه. همه رو میخوام بردارم رو شبکه TRC20. بقیه شبکه ها هم هست ولی کارمزدشون زیاده. شما رو همین TRC20 انتخاب بکنید. خب بچه ها توی آدرس مقصد باید چی رو وارد بکنیم؟ یه لحظه خوب به من گوش بکنید. ما میایم توی صرافی کوینکس یا حالا هر صرافی دیگه‌ای که دارین. چی کار میکنید؟ میایم تو قسمت اسست. اوکی، تو قسمت اسست توی اسپات، حالا هر صرافی دیگه‌ای هم کار میکنید به این صورت، اسپات USDT رو پیدا میکنید، روش میزنید. این پایین یه قسمتی داره به نام دیپوزیت.
درسته؟ دیپوزیت. ویدرا یعنی فروختن، دیپوزیت یعنی دریافت کردن. دیپوزیت رو که بزنید وارد یه همچین صفحه‌ای میشین. خب میگه نتورک، شبکه رو انتخاب بکنید، میذارین روی TRC20 یا ترون. همه اینا رو تو قسمت سوم توضیح میدم. اینجا که بذارید یه کوچولو باید ثبت بکنید، یک آدرسی اینجا بهتون میده. میبینید یه آدرسی بهتون میده. این آدرس رو باید کپی کنید. اوکی، کپی که کردین اینجا پیست میکنید. اینجا پیست میکنید، چون من تو موبایلم کپی کردم. اینجا پیست میکنید و بعد برداشت رو میزنید. بعد از اینکه برداشت رو زدین، این تترایی که شما اینجا 23.99 وارد صرافی کوینکستون میشه. بچه‌ها گفتم کار کردنش رو فضای موبایلم ببینید، چون میخواستم با موبایلم انجام بدم. این دقیقا همون صفحه است که من 23 تا تتر خریدم. برداشت رو میزنم، مقدار همین میزان، شبکه TRC20، اون آدرس هم که بهتون قشنگ یاد دادم دیگه، کپی میکنید و اینجا پیست میکنید. تموم شد و رفت. میای پایین، میگه آقا کارمزد شبکه 3.9 تتر کارمزد ازت کم میکنه واسه انتقال. خب اوکی، اشکالی نداره. بعد برداشت رو میزنیم. برداشت که میزنید یه کد به شماره موبایلتون ارسال میشه برای تایید که یه موقع کسی کلاهبرداری نکنه. من کدو بزنم، اینم از کد. تایید کد رو که میزنید با این صفحه روبرو میشیم. نوشته برای تکمیل برداشت لطفا ایمیل خود را بزنید. حالا اینم ایمیلیه که اومده. شما تایید ایمیل رو که بزنید پول میشینه توی صرافیتون. حدودا 10 دقیقه زمان میبره. منم یه کوچولو ثبت میکنم، پول که نشست تو صرافی بهتون نشون میدم داستانش چجوریه و ویدیو رو تمام میکنیم. خب بچه عزیزم، همونطوری که میبینید در قسمت اسپات، در قسمت USDT با اون کارمزد انتقالی که کم شد $20 الان توی حسابمون هستش. حالا چجوری خرید بکنیم؟ بخش اثبات چیه، مارجین چیه، فیوچر چیه، اینا چیه و چی کار میکنه رو در ویدیو بعدی بهتون میگم. خیلی مخلصم. امیدوارم که همیشه لبتون خندون، جیبتون پرپول. خدا نگهدارتون.